سلام عشقای داشت، فاتی هستم. اومدم بهتون یک کاشلک تضمینی بگم که دیگه داخل بازی دیوایس بعد تو بهانه نکنی برای مردنت، بگی آی دیوایسم بد بود مردم و فلان بیسان هزار تا چیز. این کاشلک تضمینی خودم دارم رو پوکو ایکس 3 تستش میکنم و بسیار نتیجه خوبی گرفتم. بریم سراغ ویدیو، لیتس گو. خب بچه‌ها، وارد کنترل سنتر گوشیتون میشی، اون مداد بالا رو میزنی، حالت فوکوس انتخاب میکنی و اینکه واردش میشی نمیشه تمرکز، یه حالت چشم مانندی و تمام برنامه‌ای که نمیخوای استفاده کنی رو دونه 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 تیک میزنین. وقتی که دونه دونه تیک زدی اینجا، بجز کال اف دیوتی موبایل میخواد استفاده کنی دیگه، بس تیک نمیزنی. بعد اینا برنامه‌ها شاید براتون سوال پیش بیاد چیکار میکنه، چه استفاده ای میتونی ازش بکنی و چرا اصلا چه ربطی داره به کاشلک. آقا این کار میکنه که دیوایستون فقط روی کال اف دیوتی موبایل تمرکز کنه و هیچ استفاده دیگه از هیچ برنامه‌ای نکنه. الان این برنامه‌ها رو میتونی با این گزینه‌ای که میزنم من همشون رو متوقف کنی، فقط تمرکز کنین روی چی؟ روی کال اف دیوتی موبایل. برای دیدن این ویدیو کافیه که لینک زیر رو براتون گذاشتم، ویدیو کاملش این پایین گذاشتم و ببینید و بردارید و چند تا نکات مهم دیگه برای لگ نگرفتن گفتم بهتون که خیلی مهمه، خیلی به دردتون میخوره، خیلی عشق، خیلی هم دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره عشقای داشتین تا ویدیوی بعدی.